کرم پودر رو اول یکم با دست روی صورتت پخش کن، بعد بلندش کن که بهتر روی صورتت بخوابه. به اسفنجت اگر اسپری فیکس بزنی باعث میشه دوام کرم پودرت بالا بره. جایی که کانسیلر میزنی رو کرم پودر نزن. برای کاور حداکثری بذار کانسیلر یکم زیر چشمت مرینیت بشه، یعنی یکم زیر چشمت بمونه، بعد بلندش کن. بعد از هر مرحله کرمی که روی صورتت میزنی، بعد از بلند کردن از اسپری فیکس استفاده کن که باعث میشه ساعتای بیشتری میکاپت فرش بمونه و با دوام تر بشه. اگر خط چشمت پس میده روش سایه مشکی بزن که فیکسش کنی و همینطور زیرش جایی که پس میده یه مقدار پودر فیکس بزن. این فاصله بین دو تا چشمتون کمه. توی این نقطه از هایلایتر استفاده کنین به سمت بالا و حتی کمی به سمت پایین، باعث میشه چشماتون بازتر به نظر بیاد. و در نهایت اگر احساس کردید رنگ رژ لبتون به رژ گونه نمیخوره، میتونین یکم از لبتون بردارین با اسفنج و روی گونه هاتون بزنید که میکاپتون هارمونی داشته باشه.